معتاد شو به این سه تا کاری که بهت میگم. ببین چجوری زندگی توی 5 سال عوض میشه. تو آلمان خیلی آدم موفق دیدم که با این سه تا نکته بهشون عمل کردن و زندگیشون دقیقاً اون چیزی شده که همیشه میخواستن. اولیش انضباط بدون حال کردنه. اینجا تو آلمان 2 روز دیگه ساعت 4:30 عصر دیگه هوا تاریک میشه، ساعت 9 صبح هم تازه میخواد روشن بشه. حال نداریم، اما باید بلند شیم اون کاری که واجبه رو انجام بدیم. میدونم سخته. دومی تعهد به نتیجه است. اینجا کسی ازت نمیپرسه چرا نشد، همه ازت نتیجه میخوان و مطمئن باش اگرم موفق نشی همون رفیقت ازت عکس میگیره میفرسته واسه فامیلاش، میگه منم اگه بهانه دارم میارم که موفق نشدم، اینم نگاه کن اینم نشده. و سومی خیلی مهمه، تو سکوت تلاش کن و توی سکوت هم نتیجه بگیر. اینجا آمریکا نیست، اروپا، یا حتی همون آمریکاشم که فکر کنی همه بلند میشن برات کف میزنن وقتی داری تلاش میکنی. نه، همه چیز توی سکوت باید اتفاق بیفته. خودشون نتیجه رو صداشو میشنون. این سه تا کار رعایت بکن. این ویدیو رو هم بفرست واسه اون دوستت که توی خارج از کشوره، بهش انرژی خوب بده و همیشه هم فقط رو به جلو حرکت بکن. دمت گرم.